خیرینیسا عبدالقادرова خواننده مکتب رقم 14 ناحیه سپیتامین است. او یکی از اشتراکچیان فعال آزمون ولایتی رسمی بهترین در موضوع بی‌خطری سوختار میباشد. خیرینیسا 2 سال میشود که در این آزمون اشتراک و مهارتی رسامی خود را پیشکش میگرداند. و میگوید رسمهایش را در 4 قسم به حاضرین پیشنهاد نموده است که از طرف حکمان به خوبی پذیرفته شد. در قسم اول شخص جسور آتش را خاموش کرده ایستاده بود. در قسم دوم باشد من در شرایط خانه را تصویر کرده بودم. در قسم سوم باشد من طبیعت را کشیده بودم که اگر در طبیعت آتش به عمل آید طبیعت گم شده می رود و حیوانات حتی که آدما هم گم شده می روند. در اداره خدمات دولتی آتش نشانی ولایت سوخت آزمون رسمی بهترین برگزار گردید که در آن خوانندگان از همه شهر و ناحیه‌های ولایت اشتراک و رسم‌های خود را پیشنهاد و معرفی کردند. رسم‌های اشتراکچیان از طرف حکمان بهاگذاری کرده شد. طبق طلبات قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رقم 56 از 12 فوریه سال 2010 درباره تحقیق ترتیب اطلاعاتی تبلیغ دانش تعلیم اهالی و متخصصان در ساحه بی‌خطر از سوختار نقش چاره‌بینی‌ها و فرمایش ریاست خدمات دولتی آتش نشانی ولایت سوخت در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت آزمون رسمی بهترین در موضوع بی‌خطر از سوختار گذرانده شد. در این آزمون جای اول را مظریفه پولاد و خواننده صنف نهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 24 شهر خوجند، جای دوم را دلدار میرغفار و خواننده صنف هفتم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 ناحیه سپیتامین و جای سوم را سنویج نجمی‌الدین و خواننده صنف پنجم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 ناحیه جبار رسولوف و اسرار اسماعیلوف خواننده صنف دهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 شهر گلستان اشغال نمودند. در آخر غالبان با تحفه و سپاسنامه ریاست قدردانی کرده شدند. گزارش سرور همدم فرزانه شمسی و نعیم جان ایوب برای برنامه اطلاعاتی خبر.